از دوست و آشنا و رفیق و خویشاوند ضربه خوردی؟ پس این شعرت آخر گوش کن. طعم تلخ زندگی گاهی دوچندان می شود. آدم از دست خودش گاهی گریزان می شود. بر لبانش خنده می دوزد ولی دلشاد نیست. زیر بار غصه ها ناچار خندان می شود. این مصرع را دقیق تر گوش کن که اصل مصرع نیست. زخم ها و ضربه های دشمنان دردش کم است. آدمی از ضربه های دوست نالان می شود. معنی زندان که ترکیب و اتاق و میله نیست. گاه آزادی خودش هم مثل زندان می شود. وای بر روزی که شاعر خسته و غمگین شود. آخر هر مصرع و هر واژه گریان می شود. اگر واقعا خوشت آمد پس استوریش کن.